یه دختر وسط یه طوفان شدید به خونه پدرش میره تا ببینتش، اما ناگهان سگ پدرشو میبینه که بالای در زیرزمین وایساده و داره پارس میکنه. دختر که نگران پدرش شده وارد زیرزمین میشه و در کمال ناباوری پدرشو بیهوش کف زمین پیدا میکنه، اونم در حالی که شونش به شکل بدی زخمی شده. دختر بدن پدرش روی یه تیکه پلاستیک میندازه و اونو به سمت در زیرزمین میکشونه، اما دختر که وحشت زده شده با تمام توان پدرشو میکشه تا از دندونای تیز تمساح دور نگهش داره. خوشبختانه دختر موفق میشه پشت چند تا لوله پناه بگیره، اما حالا بدون هیچ کمکی با پدر زخمیش وسط یه طوفان شدید با یه موجود درنده داخل زیرزمین خونه گیر افتاده.